به نام یاد خدا. پیامی تبریکی چینل یوتیوبی شهرزیب حکیمی بدخشی. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. چینل یوتیوبی شهرزیب حکیمی بدخشی فرارسیدن عید سعید فطر را به ملت شریف و متدین افغانستان و کافه امت بزرگ اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌دارد. از الله متعال استدعا داریم تا به یمن طاعات و عبادات انجام شده در ماه مبارک رمضان در کشور عزیز ما و تمام سرزمین‌های اسلامی صلح و صفا را حاکم سازد و بساط جنگ و ناامنی را برچیند. عیدتان مبارک، طاعات و عباداتتان قبولی درگاهی ایزید منان. با حرمت چینل یوتیوبی شهرزیب حکیمی بدخشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نسیم کوه جانان است قرآن، نسیمی کوه جانان است قرآن، شمیمی عطر رحمان است قرآن. بود روشنگری راه سعادت، چو خورشید فروزان است قرآن. به گلزارش خزان راهی ندارد، بهاران در بهاران است قرآن. عید سعید فطر را به تمام هموطنان عزیزم تبریک میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شادان